ساکنان دهات مرزی افغانستان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کمک کردند. با قول آنها اگر رحمان وضع را تغییر ندهد مردم گوش نمیماند. 2 ماه میشه که مواد غذایی دو طرف سرحد از طرف سرحد بانان ملت برادر تاجیک روی دلالی نامعلوم مسدود شدند. مواد غذایی نواحی مرزی افغانستان از خاک تاجیکستان وارد می شود. سال 2011 با دلیل تشنج وضع در افغانستان از حدود ناحیه شورآباد به ساختمان پل خواهان شروع کردند. این لایحه را آقاخان 4 امام اسماعیلیا و حکومت آلمان به عهده گرفت. می خواهم به حکومت تاجیکستان و افغانستان برای فراهم آوردن شرایط به ما یعنی خزینه آقاخان جهت ایجاد یک فضای انسان دوستی عرض سپاس کنم. بعد ساختمان این پلی 162 متره که 3.5 متر پهنا دارد تا اندازه مسئله انتقال مواد غذایی به دهات مرزی افغانستان تنظیم یافت. مدت 5 سال میشوه مشکلات مردم این ولسوالی از این طریق حل میشه. اکنون 2 ماه می شود دیگر به این دکانهای مرکز ولایت خواهان مواد غذایی وارد نمی شود چون که ماشین های باربر در آن سوی دریا بند ماندند. مقامات تاجیک میگویند پل خواهان را به دلیل امنیتی بستند و هنوز روزی باز شدنش معلوم نیست. ما هم تو شایعات هوادار را شنیدیم تا هنوز یک چیز رسمی بر ما مسلط نکرده. پل در ناحیه ولسوالی خواهان ما پل بسته است. تقاضا کردیم که پل باز شود تا هنوز پل باز نشده. ساکنان دهات مرزی از پرزیدنت رحمان خواستند کمکش را دریغ ندارد. در غیر آن یک فاجعه انسانی به بار می آید. همکاری و همدردی شما را از خداوند می خواهیم. از طریق پل خواهان برای 10,000 ساکن نواحی مرزی از تاجیکستان غذا می رسید.